صبح بخیر به کوکو چنل خوش اومدید. داریم میریم تهران، بعد براتون ویدیو میگیرم توی این مینی مسافرت. میتونید چنل رو دنبال کنید. مرسی. اون که از همه پرملات‌تر بود. آره تموم شده. خب تو کنارت بگوش رفی بقیه آشنا همین تو فرستشونی واسه یه کار داشتنی. دوستان برامون کیک درست خیلی هست. خیلی ندارم. ببین این هم خیلی خوشگله ها. ببینم شاهنامه‌ایه. یعنی خونه بوی خوب، بعد میای این براونی، بعد چای و همه چی انقدر باش شمعم روشن کنم واسه باش. هللیا سلیا هللیا. سلام. بالا میده مجزا بسیار پایین میشینیم دیگه. چیه؟ بیشوری. ببین ما هم به جاش بیفته بیشوریم. ولی این بیشورتره. نه این هنوز روی واقعی ما ندیده، باید شرایطش پیش بیاد. این همیشه بیشوره، ما مزمن بیشوریم. در این شرایط خاص. حالا نظرتون راجع به قهوه بگید. تا نظرت رو بگو راجع به خیلی لذیذ بود، به مشام هم خیلی خوش اومد. لذیذ برای گوشته. چشاییم لذت برد از این طعم. ولی به نظر من لاتشون مونده اینجا، خودشون نیستن. یخ کرد. تمام شد به خدا. به همین هوا دارم سلام میکنم. اینم از قهوه روستیک. داریم محسبه صبح بخیر. قراره بریم صبحونه بخوریم روبرتو.
اینقدر گشنمه و منتظر غذا حد نداره و خیلی خوشحالم. آدم تازه متولد خوشحال افین که آمده جای مورد علاقه. چیزی که هست اینه که تا ساعت 12:30 صبحونه قبول میکنن و ما 12:32 رسیدیم. من اینطور بودم که بگید که قبول میکنید لطفا. چه رسیده از این که سفرشون ثبت شد؟ جواب نشنم ازا چی گفتی؟ بودم چه رسیده از این که سفرشون ثبت شد؟ خوشحالی و سیری از الان سیره. Yum. نظر توجه قهوه بگم روبرتو نمیشه بده حالا دیگه منصفانه بگو دیگه پارسی بازی نکن جان روبرتو خیلی طعم رومانتیکی داره. داره برام استوری تولد میذاره. واقعا این سوپریما فوق‌العاده است. بای بای روبرتو، خیلی خوش گذشت. این 1372 وینتیج ترینه. پشکیش یا توسیش؟ توسیشم خوشگل نوش مدادی از واقع. خوشگله. یه سوز عجیبی رفته توی دماغم و 1 ساعت من دارم عطسه میکنم. واقعا نمیفهمم. حالم بده. کدو هتل شاتو 40 لگه، ولی ما میخوایم بریم این تو، نمیریم کدو این دفعه. کوچه خیلی خوبه، جدا از این هنا اینجاست جای مورد علاقه من. این آبریزش من قطع نمیشه.
دارم میرم به معنی واقعی. نمیدونم چه من اذیتم واقعا. چطوره؟ عالی. من böyle. چقدر چسبید چاییه. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم با یه چیز غیر از چای سیاه اینجور حالا خوب شد. چای مراکشی گرفته بودی؟ چای مراکشی گرفته بودم. چه به اینجا؟ چرا نه؟ خیلی ایرانی مدرنه و کرم بریلش هم خیلی خوشمزه است. لبخند رضایت رو می‌بینیم. از اینجا میرم قسمت گالریش. وای از اینجا این شکلیه. سلام. آسمون خوش رنگه. چقدر دوستم قشنگه. چقدر خوشگله. واقعا احساس میکنم توی کافه‌های مرکز شهر جای کافه اینجا شدیداً خالیه و کاش زودتر باز کنه چون خیلی دلم تنگ شده و دوست دارم که برم بازم. چطوره؟ Arigato gozaimasu. Pasarare. شما که واسابی دوست ندارید؟ خیلی خوشمزه. شما چیرز. خوبه؟ واقعا میتونم بگم الان خوشحال‌ترین آدم رو می‌زنم به دلم میخواد به خوردن این زندگیم استوب بخورم. من بمونه میخوام اینو با خودم بکنم واقعا تموم میشم. من انقدر سال مدرس باشم که یکی دیگه هم سفارش دارم بخوریم. راند 2 نم از چاپ چاپ خوشمزه. سوشی خوشمزه. وای واقعا خوشحالم. واقعا خوشحالم. واقعا خوشحالم. فکر کنم اینه. های خیلی خوشمزه خوردم و خیلی خورسندن از چیزایی که خوردن. من ایتاداکیماس. یس. آریگاتو گوزایماس. همه جای صورتم خشک شده
بعد موهام فرش وا میشه، بعد بهتره که دارم برمیگردم چون احساس میکنم هیچی از آن باقی نمونده، اگه یکم بیشتر میمونده. اصلا خوابم. بعد هرچی زودتر برمیگشتیم به کار زندگی روال کاری همیشگی. بعد بریم قهوه بگیم که برگردیم، بزنیم به جاده، بزن به چک جاده. چرا ویز باید همچین چیزی رو بگیم؟ قهوه ما اومد. First coffee, morning coffee, more coffee. Okay, that's ready. I'm لازم online بزنم. ارتباط با ماهواره‌های GPS برقرار شد. Cheers. من یه چیزی رو فهمیدم که اینا کوکیشون خیلی نرم و خوبه، ولی اون شبی که من رفته بودیم خیلی سفت بود. فکر میکردم مدلشه و فهمیدم خوش شده بود. الان میتونم ازش ایراد بگیرم، موقع فکر میکردم خیلی خوبه. یکی که اصلا پایینه. رسیدیم که قهوه رو ما در نهایت می نوشیم و اون تمامت خیلی مهمه. ارزیابی میکنیم ما قهوه رو و برای ارزیابی به پنل ارزیابی یا پنل سنسوری نیاز دارید. یه وقتی از شما پنل سنسوری که دارید از افرادی تشکیل شده که مهمونای کافتون هستن یا افراد معمولی که فقط قهوه رو می نوشن و گاهن پنل سنسوری نگهش داریم کانسیستنسی داشته باشیم. یه قهوه‌ای داریم جای با من خالی که اون لابدا با حالی اما بوسه میزنم